هنگامی که عیسی این سخنان را می گفت، زنی از میان مردم خطاب کرد: خوشبخت است آن زنی که تو را تولد کرده مکانده است. عیسی باشد گفت: ولی آنهایی که کلام خدا را می شنوند و از روی آن عمل می کنند خوشبخت‌ترند. مردم زیاد در گرد عیسی جمع می آمدند و او سخن آغاز نموده گفت: نسل حاضره که علامت طلب می کند نسل بد است، ولی خدا به این نسل غیر از علامت یونس پیغمبر علامت دیگری نمی دهد. چطوری که یونس بر مردم شهر نینوه علامت بود، پسر آدمیزاد نیز بر این نسل علامت خواهد شد. در روز قیامت ملکه سرزمین سبا برخسته آدمان این نسل را عیبدار می کند، زیرا او از یک گوشه دنیا برای شنیدن حکمت شاه سلیمان آمده بود. حال آنکه از سلیمان دیده شخصی بزرگتر در اینجاست. در روز قیامت باشد ساکنان نینوه برخاسته این نسل را عیبدار می کنند، زیرا آنها با شنیدن پیغام یونس توبه کردند و از گناههایشان دست کشیدند. حال آنکه از یونس دیده شخصی بزرگتر در اینجاست. هیچ کس چراغ را درگیرانده به جای چشم نارس نمی ماند و یا با ظرف نمی پوشاند، برعکس آن را به چراغ پایه می ماند تا هر که درآید روشنیش را ببیند. چشم شما چراغ بدنتان است. اگر چشمتان سالم باشد تمام بدنتان از روشنی پر است، ولی اگر سالم نباشد بدنتان را تاریکی فرا می گیرد. احتیاط باشید تا آن نوری که در شماست باز تاریکی نباشد. پس اگر تمام بدنتان پر از روشنی باشد و در خود هیچ تاریکی نداشته باشید، به مانند آن چراغی که با درخش خود شما را منور می سازد، تمام بدنتان روشن خواهد بود. وقتی که عیسی این سخنان را می گفت، یکی از فریسیان او را به خانه خود به مهمانی دعوت نمود و عیسی به خانه او در آمده به سر دسترخوان نشست. فریسی حیران شد که عیسی پیش از خوردن خوراک دست نشست. ولی خداوند عیسی به آن فریسی گفت: همه شما فریسیان بیرون پیاله و طبق را می شوید و درونتان باشد پر از خسیسی و بدی است. ای بیعقلان، آیا همان یک آفرنده تمامی چیزی را که هم در بیرون و هم در درون است نآفریده است؟ پس از آن چی که دارید به کمبغلان دهید و همه چیز برایتان پاک می گردد. وای بر حال شما ای فریسیان، چون که از حاصل پودینه و کشنیچ و دیگر نمود گیاه ها 10 را می سپارید، اما تعلیمات را درباره راستی و محبت خدا به اهمیت می مانید. شما می بایست این قانون ها را رعایت کرده قانون های دیگر را ترک نمی کردید. وای بر حالتان ای فریسیان، شما دوست می دارید که در جایهای بهترین جماعت خانه ها نشینید و در بازارها با عزت و احترام به شما سلام دهند. وای بر حال شما که به قبرهای بی نام و نشان مانند هستید و مردم نفهمیده آنها را زیر پا می کنند و حرام می شوند. آنگاه یکی از استادان شریعت به عیسی گفت: استاد، تو با این سخنانت ما را هم تحقیر می کنی. ولی عیسی گفت: وای بر حال شما نیز ای استادان شریعت که قانونهای زیاد را به گردن مردم بار می کنید و از جایتان نمی جنبید که به آنها یاری دهید. وای بر حال شما که برای پیغمبران مقبره ها می سازید. آخر همان پیغمبران را اجدادان شما کشتند.
با این عملتان شما تصدیق میکنید که با کار و عملهای اجدادانتان راضی هستید، چون که آنها پیغمبران را میکشتند. شما باشد برای پیغمبران مقبره ها میسازید. برای همین حکمت خدا اعلان میکند: به نزدشان پیغمبران و فرستادگان را میفرستم و آنها بعضیشان را میکشند و بعضی دیگرشان را دنبالگیری میکنند. پس مردم این نسل برای خون تمام پیغمبرانی که از اولی آفرینش دنیا ریخته شده است جواب میدهند. یعنی از خون حابیل سر کرده تا خون زکریا که در بین قربانگاه و مقدسترین جای معبد خدا کشته شده بود. براستی به شما میگویم که مردم این نسل برای همه این جواب خواهد داد. وای بر حال شما ای استادان شریعت که کلید دروازه دانش را از آن خود کرده، هم خودتان از آن ندر آمدید و هم به آنهایی که میخواهند درآیند مانع میشوید. وقت عیسی از آنجا میرفت، استادان شریعت و فریسیانی که به غضب آمده بودند او را به حالش نگذاشته از هر خصوص سوال باران میکردند. آنها میخواستند که عیسی را با سخنان خودش به دام اندازند.